خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای جوانان سینی دعوت حتمی است و همچون قرض شهروندی به حساب می رود. ساکن ناحیه رشت بهروز اسکرов با درک این معنی و اجرای قرض شهروندی یعنی خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در روز اول دعوت اختیاراً به کمیسریات حربی حاضر شد. بهروز نزد خود مقصد گذاشته است که بعد خدمت در صف قواهای مسلح مملکت به دانشگاه داخل شود. خدمت در صف قواهای مسلح مایه افتخار هر یک جوان است و این را تنها جوانان پیشه کرده می توانند که برای حفظ وطن حس بلندی وطنداری و خویشتن شناسی داشته باشند. از جوانان دعوت می نمایم که از خدمت حربی نهراسند، پیروی گذشتگان خود باشند، همیشه بهر حمایت وطن اجدادان خود آماده باشند. در برابر بهروز باز زیاده از 340 نفر جوانان خودآگاه و وطندوست ناحیه وادی رشت اختیاراً به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیدند که نقشه دعوت 5 ناحیه رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد، لخش و سنگوار 100% اجرا گردید. اختیاراً حاضر شدن جوانان به کمیسریات‌های حربی از یک طرف حسی بلندی وطندوستی و انجام رسالت فرزندی نزد مادر وطن باشد، از جانب دیگر امکانات و شرایط معاصر خدمت به شبهه به این عامل تاثیرگذار است. همه این فرزندان عزیز جگربندم رو که به صف قواهای مسلح اختیاراً گسیل میکنیم، به همه آنها سلامتی، عمر دراز، سربلندی، خدمتی با شرفانه را آرزو می نمایم تا که خسبت ملت در خواب ناز افسر رومه باید که سنگ خاره را بستر کند. در جمع آمدهای تنتنوی ساکنان و مهمانان، استادان و دانشجویان، خوانندگان، جوانان و زنان، سابقه‌داران مهنت و والدین دعوت شوندگان با شعار و آوازه‌های ترغیب کننده مقدسات ملی و گرامی داشت ارزش‌های والای انسانی اشتراک نمودند. ما امروز خوشبختانه فرزندان خود را به صف قواهای مسلح فرستاده شده. وقتی که شما آبروی پدر و مادر را میبردارید، آبروی دهاتون بلند می شود. البته وطن ما تنج و آرام، وطن ما را هیچ یگان قوه بیرونی از تاثیر بد آورده رسانده نمیتواند. توجه و دستگیری‌های پیوسته و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت در دوران صاحب استقلالی مملکت امکان فراهم آورد که در جزء و تام‌های مملکت شرایط خدمت بهتر گردید. فرزند عزیزی و جگربند، شیرین تری از نبات و از قند، رنجت نکشم که میکشم رنج، از بس که به جان من پیوند. من همچون زن مادر امروز خیلی خوشبخت سرفراز هستم که در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان عمر به سر میبریم و چنین پیشوای معظم ملت، چنین سروری خوب داریم و امروز فرزندان عزیزمان را با دلی پر امروز به صف قواهای مسلح روان میکنیم و از آن باوری داریم که فرزندان عزیز ما که خود اختیاراً به صف قواهای مسلح آمدند، صافدلانه، پاک وجدانه خدمت مادر وطن را اجرا میکنند، چون که زندگی که اینقدر راحت فضاست، این همه از فیض استقلال ماست. اخشا این بخت طالع بلند تاجیکستانی عزیز و ارجمند. تصمیم گرفتم که بعد از ختم مکتب میانه با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفر برگردانده شوم، خدمت وطن مادر را صدقاً ادا نمایم و با همسالان خود گفتنیم که بعد از ختم دانشگاه و مکتب‌های میانه با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفر برگردانده شوند و خدمت وطن مادر را صدقاً اجرا نمایند. همزمان بهر خوش و خاطرمان گذراندن این معرکه مهم سیاسی، برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه پیشکش می‌گردد که به دعوت تیرماهی جوان پسران به صف ارتش ملی حسن و تراوت خاصه می‌بخشد. امروز باعث افتخار است که در جمع آمد گسیل کردن سربازان نو اشتراک داریم. من از آن جمله همچون پدر فرزند خود را در روحیه و تندرستی تربیت کرده اختیاراً به صف قواهای مسلح
جمهوری تاجیکستان گسیل میکنم. مسئولین ابراز داشتند که دوام چند سال اخیر معرکه دعوت شوندگان به صف قواهای مسلح شکوه تازه را کسب نموده. جوانان همیشه در حفظ مرز و بوم وطن آماده‌اند.